اصالت رو نمیشه خرید، نمیشه اداش رو در آورد، نمیشه با بزک و دوزک اضافی بهش رسید. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالته. اینکه تن به انجام هر کاری نمیدی به معنی این نیست که نمیتونی. بهش میگن چهارچوب. چهارچوبی که خودت برای خودت تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. کسی که چهارچوب داره اصالت داره. اصالت رو نمیشه خرید، نمیشه اداش رو در آورد، نمیشه با بزک و دوزک بهش رسید. اصالت یعنی دلت نمیاد دل بشکنی، دلت نمیاد درو باشی، دلت نمیاد آدما رو بازی بدی. این بی‌عرضگی نیست رفیق، اسمش اصالته.